و بالاخره آخرین کار استاد لانتیموس منتشر شد. توی این ویدیو با من همراه باشید تا جدیدترین فیلم لانتیموس رو با هم تحلیل و موشکافی کنیم. همراهان کانال یوتیوب هیدن فریمز، من محمد رضا هستم و این هفته رفتم سراغ آخرین کار لانتیموسی که اخیراً پرکار شده و چهارمین همکاریشو با اما استون هم انجام داده. این فیلم بازسازی یک فیلم کره‌ای به نام Save the Green Planet در مورد دو تا دانشمند عجیب و غریب که یک مدیر عامل ثروتمند و با بازی اما استون میدزدن و اون رو مورد آزمایش قرار میدن، چون باور دارن که اما استون یه موجود بیگانه ایه. All that's been done to us. We're setting that right again. برای من فیلم بوگنیا تجربه‌ای بود که از همون ابتدا با یک موقعیت عجیب شروع میشه. جایی که دو تا مرد به نامهای دان و تدی یه زن موفق و قدرتمند و گروگان میگیرن، چون باور دارن که او یک موجود فضاییه. و در طول فیلم مدام این حس رو به من میده که اونا دیوونه شدن و گرفتار یه توهم بی‌پایه‌این. اما همین بازی با انتظار تماشاگر باعث میشه تا لحظه آخر توی تعلیق بمونیم و وقتی در پایان فیلم یک چرخش داستانی میبینیم، همین وارونگی نگاه فیلم رو از یک داستان گروگانگیری ساده به یک تراژدی اگزیستانسیالیستی بدل میکنه. Where's my hair? Your hair has been destroyed to prevent you from contacting your ship. What ship? Your mothership? Okay. اما اسم جدیدترین فیلم لانتیموس یعنی بگونیا برگرفته از یک باور و یک آیین مقدس تو یونان باستانه. این باور در اصل متعلق به مردمان مصری بوده و بیان میکنه که موجودات زنده به صورت خود به خود و از بقایای حیوانات پوسیده تولید میشن. اونها معتقد بودن که زنبورها قادرن توی شرایط مناسب از لاشه گاو نر خودشون رو بازتولید کنن و دوباره توی چرخه طبیعت قرار بگیرن. از این رو باستانیان آیینی مقدس داشتن به اسم بگونیا، یعنی زاده شده از گاو نر، و در طی اون با قربانی کردن گاوها زنبورهای مقدسی رو بازآفرینی میکردن. انتخاب این اسم بر فیلم علاوه بر در نظر گرفتن زنبورها که یک موجودات آسیب پذیر در محیط زیست هستند، اشاره به اقدامات مسموم بشر هم داره که همواره سعی میکنه با قربانی کردن زمین و طبیعت نوع جدیدتری از خودش رو بازتولید کنه. اما غافل از اینکه این ویرانی در نهایت شامل زندگی خودش هم میشه. البته زنبور نماد یک موجود اجتماعیه. زنبور عسل داره و در عین حال نیش داره. وظیفه و نظمشون خیلی مهمه و البته نماد باروری و خلاقیت هم هست. A third of our food is pollinated this way. در طول فیلم بارها با تضادهای روبرو میشیم که هم خنده‌دار هم تلخه. مثلا زن در موقعیت گروگانگیری به جای ترس با آرامش و منطق مذاکره میکنه و همین باعث میشه به جای ترحم نوعی احترام و همحسی نسبت بهش پیدا کنیم، در حالی که تدی شخصیتی دست و پا شلفتی و مضحک داره و بی‌عرضگیش یه لحن طنزآلود به موقعیت میده و خشونت رو از شدت مطلق به پوچی نزدیک میکنه. و دان در مقابل شخصیتی تاریک‌تره که گذشته‌ای پر از زخم داره، از آزار جنسی توسط پلیس در کودکی گرفته تا تجربه بیمارستانی که در اون بیماری به عنوان کالایی برای سود فروخته میشه و ذهنی که با مفاهیمی چون ماتریکس و زمین تخت پر شده و همه اینها اونو به یک انسانی بدل کرده که در یک جهانی بسته و بی‌معنا گرفتار شده. I want you with me on this. I need you, Don. فیلم با این جزئیات نشون میده که خشونت امروز محصول ساختارهای بیمار دیروزه. قربانی دیروز به عامل خشونت امروز تبدیل میشه و زن سیاه‌پوست مسنی که دستش توسط دستگاه بریده میشه استعاره از ادامه استثمار تاریخی و اجتماعی، جایی که بدن انسان در برابر ماشین و سرمایه‌داری بی‌قدرت میشه و این تصاویر جهان فیلم رو به یک فضایی بدل میکنه که در اون انسان بودن به تدریج ناممکن میشه. Tina, their machinery cut you and you get punished for missing quotas. That's a violation. اما اون چیزی که برای من مهمتره اینه که فیلم در نهایت به جای اینکه پرسش‌های فلسفی رو باز بذاره، اونا رو قفل میکنه.
چون وقتی زن به سیاره خودش میره و فرمانروای اونجا میشه و تصمیم میگیره که نسل بشر رو نابود کنه، دیگه جایی برای تردید و پرسش باقی نمیذاره و همه چیز به یک پاسخ قطعی ختم میشه و همین قطعیت باعث میشه که عمق اگزیستانسیالیستی فیلم کمتر حس بشه. چون فلسفه معمولا در پرسش‌های بی‌پاسخ و شکاف‌های باز زنده‌اند، نه در پاسخ نهایی. یعنی اون ابهام و باز بودن که اجازه میده خود مخاطب معنا بسازه. Your capital has no value to us. So what is it then? A power thing? A sex thing? اما چیزی که در این فیلم بیشتر از هر چیزی چشمگیر بود بازی جسی پلمونس بود. این هنرپیشه یکی از جذابترین نقش آفرینی های خودش رو به نمایش میذاره و خیلی خوب تونسته از پس این شخصیت پیچیده بر بیاد که لایق تحسینه. اون کاراکتری که جسی پلمونس بازی میکنه، اون حس نادیده گرفته شدنش در کل زندگی، حس شکست، حس سرخوردگی، انگار یک دنیای تقسیم شده مردون است. قهرمانش یه مرد شکست خورده و بازنده و نقش منفیش یک زن تمام و کمال موفق و اشاره‌ای که به فشار جمعیت رادیکال سرخورده که اکثرا مرده میکنه و جامعه‌ای که خیلی زود قراره به اون نقطه برسه. اما یک سوال خیلی مهم پیش میاد: چرا مرد معاصر و امروزی تحت فشاره، توی چالشه و چرا این موضوع اهمیت داره؟ آذرخش موکلی یک کتابی رو معرفی میکنه به اسم درباره پسران و مردان، آخرین کتاب ریچارد ریورز نویسنده و پژوهشگر. به این نکته اشاره داره که طی 4 دهه گذشته تقریبا توی تمام کشورهای مرفه درصد دانشجویان دختر به طرز چشمگیری از پسران پیشی گرفته. تا اینجای کار هیچ جای نگرانی و ناراحتی نیست، اما نکته مهم اینه که این رشد دختران فقط به دلیل سعی و تلاش ارزشمندشون نیست، بلکه بخشش ناشی از افول، سرخوردگی و ناتوانی پسران و بیعلاقگی اونها به مشارکت توی امور اجتماعیه و افزایش نوعی در خودفرو رفتگی. تعداد پسرانی که انگیزه تحصیل، رقابت شغلی و میل به تشکیل خانواده رو از دست دادن و به دامن مواد، بازی‌های کامپیوتری به اینها پناه بردن و روز به روز در حال افزایشه. این کتاب به بررسی دلایل جالبی از این روند میپردازه و کاهش مشاغل نیازمند توان بدنی مردانه و به اصطلاح زنانه شدن ماهیت کار، انقلاب رباتیک و هوش مصنوعی و همچنین آسیب پذیرتر شدن پسران دارای بیش‌فعالی و آستانه توجه و تمرکز پایین به دلیل تغییر ماهیت مدارس و مراکز آموزشی که از جمله این دلایلند. و نقشی که جسی پلمونس بازی میکنه خیلی خوب میتونه این مفاهیم رو برای ما بازگو کنه. My cousin and I have also been chemically castrated. اول که دختر رو میبره توی زیرزمین. به طور کلی توی فیلم ها زیرزمین، راهروهای تنگ و طولانی که تاریک میشه، اینها همه اشاره به ناخودآگاه داره. توی این فیلم ما یک پلان داریم که خونه تدی رو توی دل تاریکی نشون میده، یا خونه تدی رو میبینیم که خیلی شلوغ و به هم ریخته است. این موضوع از ذهن آشفته تدی میگه، از احساساتی که سرکوب شده و به بخش سایه ها فرستاده شده و تبدیل شده به عقده. اما چرا زنبور رو هی به ما نشون میده؟ اون کلونی زنبورها، اون اجتماع یه جور ناخودآگاه جمعیه. تدی انگار میخواد با ناخودآگاه جمعی مقابله کنه، در حالی که خودش هنوز با ناخودآگاه فردیش مشکل داره، با سایه خودش مشکل داره. تدی اولا در یک وضعیت ضعیف قرار داره، ظاهر شلخته و نامرتب، موهای ژولیده، لباس مندرس، بی‌نظم، با شلوارک میره سر کار، با دوچرخه میره و وسط جنگل زندگی میکنه و با جامعه سرمایه‌داری مشکل داره، مثلا اونجایی که با همکار سیاه‌پوستش صحبت میکنه. اما یه جا داریم که مادره میگه اینها یک بیماری رو به من فروختن و درمان رو هم به من دادن. They sell me the sickness and they sell me the cure and it's money. اما برای من بوگونیا در نهایت تصویری از جهانیه که در اون اعتماد، حقیقت و انسانیت فرو پاشیده شده. زن قدرتمند، مردان مضحک، قربانیان سیستم و ارجاعات فلسفی همه نشون میدن که انسانها در چرخه‌ای از خشونت، توهم و بی‌معنایی گرفتار شدن و پایان فیلم با نابودی نسل بشر به دست فرمانروای فضایی، استعاره‌ای از شکست انسان در حفظ انسانیت خودش و یه پرسش اگزیستانسیالیستی مطرح میکنه که وقتی امید به انسان از بین میره چه چیزی باقی میمونه؟
و تجربه تماشای اون برای من ترکیبی از احترام به قدرت زن و تلخی عمیق نسبت به ساختارهای سودجو و همین ترکیب متناقضه که ارزش بحث جمعی و فلسفی درباره این فیلم رو ضروری میکنه. هرچند در نهایت من حس میکنم فیلم با همه جذابیت‌هاش یک لایه باز و مبهم کم داره که اگه وجود داشت میتونست عمق بیشتری پیدا کنه. میرسیم به پایان برنامه. ما خیلی لانتیموس رو قبل از این 3 فیلم بیشتر دوست داشتیم. تجربه مثل فیلم دندان نیش یا کشتن گوزن مقدس برای من خیلی جذاب‌تر بود. اما این فیلم هم منو خیلی تونست راضی نگه داره. اما شما نظرتون چیه؟ با کدوم بخش از حرفای من موافق بودید و یا مخالف بودید؟ نظراتتون برام مهمه و در قالب کامنت برای من مطرح کنید که با هم در ارتباط باشید. تا هفته آینده سینمایی بمونید.